سلام بچه، وقت همگی بخیر. یک توضیح کوتاه مختصری درباره گیر انداختن قیمت و کندلا در دو موقعیت خاص صحبت میکنم. تنها چیزی که من از شما میخوایم، از تمام بچه‌هایی که در این مدت همراه ما بودن و با ما یک جای کار کردن و تمرین کردن، فقط همی است که امی سیستمی را که فعلا ما تشریح میکنم شناسایی بکنن، یاد بگیرن، بفهمن، تریگرش موفقانه پیدا بکنن و راحت پوزیشن بگیرن بدون از اینکه بشینن تحلیل های آنچنانی بر ما بکنن، فلان بکنن. بازار طبق سایکل الگوهایی که حرکت میکنم همیشه همراه هستیم تا این فرم پایین و بالا. رول مهم خود داره که و با اساس تمرین زمانی خودتان بر خودتان مشخص خواهد شد. خدمت شما دوستا عرض شود که تشریحات ما رو شروع میکنیم، ببینیم چی به چی خواهد شد. ببینیم بچه، ما اگه سپایک داریم، مثلا از پری روز است که میشه روز چهارشنبه و یه سپایک اینی کندل بریک میکنه و ما ابزار ریسک بری وارد دهش مندازیم و قسمی که میبینیم به مورد بی تو بی بر نمیگرده. شاید این قسمت شما بگوی برگشته، ولی اگر اینی سقفی که برک شده اینی سقف در نظر بگیریم یا اینی سقف در نظر بگیریم و داستانش فرق میکنه. ما در حال کندل ها پیش میریم، همیشه بازار کندل و کندل در تا این فریم نگاه میکنیم، خصوصا 1 دقیقه و 15 دقیقه. تا این فریم شخصی بندم فعلا اینجا براتون موجود است 1 و 15. گیر انداختن قیمت یعنی چی؟ مثلا ما چطور میتونیم قیمت گیر بندازیم؟ سیستم یک ستاپی که ما قیمت گیر بندازیم چی رقم کار میکنه؟ اصلا واقعیت از این گپ چی است؟ چقدر احتمال وقوع بالا داره؟ و این چیزهایی است که مثلا این سوالاتی است که تمام شما میتونید داخل بک تستایتان جواباش پیدا بکنید با شرطی که کاملا اصولی، تمیز، سطره بک تست بزنید، با حوصله نه که سرعت کندلا را زیاد بکنید. باید بشینید یک روز حداقل در 1 ساعت در 2 ساعت بک تست بزنید. ما بک تست را لازم ندارم که طرف میاد 5 دقیقه با بک تست میگیره میگه کار میکنه یا استراتژی میسازه. داستان استراتژی ساختن خیلی چیز خیالی است، ولی میخوایم براتون فعلا همین سیستم ستاپی که خودم شخصا از استفاده میکنم و یک درخواست داشتن براتون بکنیم تشریح بدم. ببینید بچه، ما یک سپایکی داریم که پریروز تشکیل شده روز چهارشنبه. میری شناسایی میکنیم در تایم فریم 15 دقیقه. چرا؟ به خاطر از این دلیلش چی است؟ به خاطر از این میخوایم ریوارد بزرگتر تایم فریم پایینتر بگیریم. مثلا اگر 1 دقیقه اینی شادو است که پین بار شده کندل کامل و این شادویش است، همین تایم کندل 15 دقیقه، در تایم فریم 1 دقیقه برای من 15 دانه کندل میسازه. 1 دانه کندل در تایم فریم 1 دقیقه که از 15 دانه کندل من قطعا میتونم داخلشان در این حالت اسپایک پیدا بکنم. یک چیزی است که بسیار عادی است، مثلا که شما اگه دنبالش بگردید تاییدی بک تست داشته باشید شما میبینید که این موجوده. اینجا ما کندل های ما رو داریم، اسپایک تشکیل شده، تمام دیگه چیز کار نداریم. ما نکته بک تو برکیفین ما رو اینجا شناسایی کردیم، خط آبی برش کشیدیم و قیمت رفت بالا و بالا و بالا تا تیپی دو احتمال برگشتش بالا بود و اومد پایین. ما اصلا مثلا تا این فرم 1 دقیقه هیچ تریگری نگرفتیم. خب وقتی اینجا برای ما تا این فرم 15 دقیقه اسپایک دوم تشکیل میشه، نقطه بی تو بیشه مشخص میکنیم، یعنی عملا ما چی کردیم؟ خیلی دقت کنیم، نقطه مهم است. یعنی ما دو طرفه سایکل بازار رنج تشکیل دادیم، یعنی سایت وی شد کامل. اینی محدود دست ما آمد که قیمت داخل اینجا است. اگه این 2 دانه خط پایین بالا نباشه گپ خراب است، ما نمیفهمیم کدام طرفی میره. شاید یک تعداد دوستا بگن اصلاح میته فلان میته باز میره بالا، گپا نیست. ما راس دقیقه را کار داریم، معامله ما رو بزنیم بریم ما به شوخی و ساتیری و مسخره بازی نامه. خدمتتان عرض بکنم که شما مثلا اینجا را گیر میکنید، وقتی این منطقه لگ برعکس نزولی در کلان جهت سعودی را پیدا میکنید، انتظارتان از اینجا چی است؟ یکی قیمتی بی تو بی را میکشید. دوم اگه اینجا شما تریگر ورود سل زدین، مثلا عملا شما تیپی 1 نیستی اینجا. چرا؟
تیپ یک به کسی است که مثلا سایکل نفهمیده. تیپ یک به کسی است که فقط از روی استراتژی کار میکنه. ولی کسی که سایکل فهمیده میگه که من احتمال وقوع برگشت به بک تو بریک ایون اسپایک دیروزم دارم و عملا تقریبا تیپ 1.9 میشه. خب تیپ 2 من یه احتمال دارم و روی از احتمال من کار میکنم. میتونم ریسک فری بکنم، پوزیشن ما یا نصف شبه من نصف حجم ببندم یا هر دلیل دیگه، هر قسم دیگه شما این کار انجام داده میتونم. مهمی بود که شما قیمت دو حالت خفه کردین، داخل دو دانه خط انداختین قیمت. فرض بکنید دو دانه جالی است، جالی است که مثلا دور باغ میگیرن رقم یک چیز دیگه. داخل از این چی است؟ هر چیزی که از داخل از این قفس است. مثلا این قفس است تا در چیزی است، دیوالش است، هر چی از داخل از این. ببینیم بچه ها، شما از این منطقه که اینطوری میزنین، شاید اینجا یک تعداد تحلیل کرده باشه استادان بزرگوار بگن که بازار رنج است فلان است فلان، در حالی که تو نیست. بازار طبق سایکلی که آدمی که مغزش رسیده، سایکل فهمیده، تحلیل کرده، طبق مراد دلش کار میکنه. یعنی چی؟ من اینجا یک دانه منطقه بی تو بی داشتم، از اسپایک نزولی خود زد. این احتمال برگشت به بی تو بیش چندین روز طول میکشه چون تایم فریم بالاست و احتمال وقوع ما تا بی تو بی است و این قیمت از اینجا که ما سل ما را بزنیم میاد بی تو بی راحت بی تو در نقطه بی تو بی از این میاد تقریبا ریوارد 1.9 ما 1.9 میده. اینجا ما اوردر بای اتومات ما را داریم، چرا که اینجا ریسک ما کمتر از 100 پیپ 140 پیپ استاپ لاس ما چیزی نمیشه. ولی اینجا ما یک پوزیشن خیلی خوبی داریم که عملا تیپی یک خدا به اساس از این میته و به اساس بک تو بریک ایون اگه بشینیم میته. او را هم بر ما اینجا داده، روز بعدش بر ما داده، ولی قدر حوصله ما نداریم، سطح تحمل روانی ما به اندازه نیست. ما آمدیم یک پوزیشن سل گرفتیم روی حالت نزولی و تارگت ما در بک تو بریک ایون اسپایک دیروزش بود که سعودی بود و دوباره از بک تو بریک اینجا اوردر بای لیمیت ما فعال شد و دوباره این رفت به سمت بالا. یعنی ما یک دانه 350 پیپ اینجا گرفتیم و یک دانه 400 پیپ اینجا گرفتیم، عملا تیپی یک ازی. خب عملا یک دانه 350 پیپ هم باید اینجا دقیق گرفته باشه. تقریبا سر این سیستم محاسباتی است که بعدا میخوان که دلیلش چی بود که مثلا هر دوش یک چیز شده، چون برگشت به اون نقطه که بریک کرده بود پول بک میگن دیگه به حساب خود ما شد. یک دانه اینجا گرفتیم، یعنی با بسته رو شما یک دانه از این رقم پوزیشن بگیری 300 دانه ای کاملا به نظر ما براتون کفایت میکنه. از هر نگاه که بگوی، از نگاه روانشناسی، از نگاه استراتژی، از نگاه من از نگاه پول نمیگم، مثلا از نگاه پول 300 پی فرق میکنه. یک آدم شاید $1 0.1 ورود بزنه، 100 ورود بزنه، مثلا $30 خدا بگیره. یک آدم دیگه میتونه مثلا نیم لات ورود بزنه، $500 خدا بگیره، به هیچ کار نداره. مهمی است که ببینید قیمت داخل از این محدوده ها چه قسم بازی میکنه. شما وقتی که درک میکنه که در کجای قیمت هسته و دوباره از این منطقه برگشت میکنه دوباره با بک تو بریک ایون، شما اصلا اینجا ناراحت و نگران چیزی نیستید دقیق. چرا شما اینجا کانال داری و در احتمال وقوع کانال در انباز از طرف کسی که الگوها دقیق خوانده باشه میفهمه که کانال این مدلی کانال از کدام طرف بریک میشه. یعنی شما اینجا یک چند نقل دیگه هم داشتی و دوباره برگشت میکنه یا تایم نیویورک به سمت بک تو بریک ایون و آخر بک تو بریک ایون شما دوباره اینی محدوده که خیلی محدوده خوب و خاصی است که شادوی خود میرسونی. دلیل داره دیگه، یک تعداد اساتید اصلا نمیفهمن داستان و فلسفه و اصلا این که بر شما تشریح دقیق و اینمی چیزا از این چی از اینی محدوده رو نمیفهمن که این شادو چرا تشکیل شده. یک تعداد پرسان میکنی مثلا چیزی نداره مستند که برای تو بگه که با اینی اساس این شادو تشکیل شد، تمام شادو پر کردن لگه دوری هم قدر کس نه. خب از این گپا بگذاریم دوباره از نقطه بک تو بریک ایون ما تارگت اونجا مشخص بود برای روز آینده. ببینید یک روز در میانی کار کرد، از دیروز برای روز آیندهش اومد بک تو بریک ایون، از امروز برای روز آیندهش رفت بک تو بریک ایون، از این برای روز آیندهش اومد، از این هم برای روز آیندهش، از سعودی برای روز آیندهش، از نزولی هم برای روز آیندهش.
یعنی دوباره ما اینجا یک پوزیشن داشتیم از بک تو بریک ایون تا تیپی یک ازی و چرا از این قسمت بر میگرده قیمت یک بار دو بار سه بار چهار بار تقریبا بالای یک دو سه چهار پنج شش هفت هر چقدر که است بالای یک ساعت چند دقیقه قیمت اینجا مانده در یک حالت رنج. دلیل چیست؟ دلیل اینجاست که معامله‌گرا تیپ یک خود از این موقعیت میبرایند، یعنی کاملا دیگه عرضه تمام میشه و تقاضا زیاد میشه و یک تعداد اینجا گول از زیر میخورد که بای بگی، در حالی که قسم نیست. ما اینجا مگه سپایک داریم که بک تو بریک ایون ای سپایک یعنی کف اینی منطقه که شما تیپی یک گرفتیم و یک تعداد دیگه اینجا منتظر است که ورود بای خدا بزنه که متاسفانه فیلت میشه، چون اینجا منطقی نیست بای زدن، چون اینجا ما چند روز است که پشتیبان بک‌گراند ما نزولی شده. یعنی اینی اساس اسپیتویل بک تو بریک ایون اینی خط برمیگرده اینی منطقه که هم تیپی یک است هم بک تو بریک ایون بای را در لحظه مارکت. و اگه شما این شناسایی بکنی هیچ چیز باز دادن نداره، چون میفهمید در رأس ساعت زمانی نیویورکی فیلت میشه. دلیلش هم بس دلیل زمانی است. دوباره ما از بک تو بریک ایون پوزیشنی داریم که عملا استاپش اینجاست دیگه، یعنی استاپش حداقل 50 پیپ مخدرات، چون اینجا دیگر زدیم. اگه مایکرو مپی بچه‌ای که خیلی حرفه‌ای هست اینجا ورود میزنن دیگه نوش جان خودشون لذت ببرن از این کار. دوباره هدف تارگت ما در کجاست؟ در این قسمت، یعنی شما در 1 2 3 4 5 روز میتونه سود 400 پی پی 350 پیپ سود بگیره. حداقل 2 دانه از این میتونسته بگیره که شفافترین و کاملترین حالتهای از اینا بود. خواستم اینقدر براتون تشریح بکنم. بود یک ویدیوی کوتاه از مجموعه ویدیوهای تکمیل کننده که اپلودش میکنم و ببینین و لذت ببرین که قیمت در چه قسم در چه حالت ما میتونیم قیمت خفه بسازیم در یک موقعیتی که هست. و اینجا هزاران مدل الگو داریم. فرض بگیریم که شما میره شناسایی نکردین، اصلا نمی وجود نداشته، ببینید که تحلیل و چی دلیل با چی مدل بر شما سخت میشه. شما در این یک حالت یک چارت این حالت مارکت وحشت میکنه، یک تعداد این حالت میبینه، در حالی که یک چیزی از بسیار عادی شفاف مطمئن تمام شده. 1 2 3 4 چهارش کجاست؟ چهارش کجاست؟ هر کی سریعتر گفته. 4 5 6 به نهایت تمام، به نهایت کامل. یعنی چیزایی بود که شما میتونید امروز کار بکنید بسیار راحت به طریق شفاف آسان تمیز سوتره بود قیمت گیر بندازی بچه. اگر نمیتونی از طریق اسپیتویل درست کار بکنی توصیه میکنم حداقل 2 ماه باید سر الگوها کار بکنید در تایم فرم های مختلف، خصوصا تایم فرم 1 دقیقه روی الگوها کار بکنید که خیلی تایم فرم خوب جذاب است، واقعا نتیجه بخش است و یک تعداد از این نتیجه میگیرن. دیگه چیزی برای گفتن نمیمانه. امیدوار هستم که کامل گفته باشم موضوعات و ما میلیون ها دانه در یک روز در تایم فرم 1 دقیقه از این پوزیشن ها داریم. کسایی که به اساس الگو کار میکنه و هم میتونن پوزیشن های خاص خود به این طریق بگیرن و چیزی برای از دست دادن در این مارکت وجود نداره. نگران پول نباشید، نگران سرمایه نباشید. تنها چیزی که بهش باید وابسته باشید است که کارتون درست انجام بدید با تمیزترین شکل ممکن. وقتی کار انجام شوه واقعیت که صادقانه انجام بدین در چشم خودتون اینجا خاک نزنید، چون کوچکترین اشتباه رو به دلار میپردازی. دقیق باید باشی. شما میفهم که اینجا وقت بریک میشه با پول بکش باید ورود بزنی. اینجا اسپایک تشکیل شده و هزاران مدل که ما دوست داریم. یک تعداد بچه ها امیدوار هستیم که در آینده نزدیک به این چیزهایی که میگیم برسن و این چیزهایی رو که میبینیم بچه‌شون هم بتونن ببینن، تحلیل بکنن و بتونن حداقل برای خود
یک زندگی درست جور بکنه. ببینید مسئله تنها در بازار پول نیست. ما در بازار تمام امورات زندگی را به هر نحوی که است، مثلا حالت های زندگی را، زمان ها را، دوره ها را تمام شده داخل از این مارکت ما دیدم و واقعیت مارکت آدم می سازه و این حالتی است که یعنی واقعا کار میکنه این مارکت روی اعصاب، روی روان، روی همه چیز. ولی اگر در عمیق‌تر یک کمی درکش بکنی خیلی بهترتر از چیزی است که مثلا فکر میکنید. یعنی من اگر به شما یک دونه الگوی مثلث بسیار خوب پیدا کنم، براتون یک مثال هم میتونم که مشخص باشد. یعنی تعریف از صحبت ما یعنی چی، من یک مثلث چه پیدا کردن نمیتونم. یک ساعت از میپالم در حالی که پر از مثلث از یک زیر سرم فشار زیاد است. همین حالا منتظرم است یک بدم باید یک جای برم. این مشکلات فرض بگیریم بچه، این مثلث است، فرض بگیره دیگه مرا ببخشه بزرگواری تو و از اینجا برک شده اصلا کف از در واقع اینجا است. خب من مثلا اینجا مثلث میگیرم به هر شکل. ببینید بچه در این منطقه ما یک چیز داریم. خب و اون چیز چی است؟ ما وقتی ترید تازه شروع میکنیم در اینجا هستیم، سارا اوچ میگیریم، در اکانت دمو میزنیم، سود کردم فلان کردم، بایی میگی به هر کس قسم میگی. ولی این حالت فشرده سازی تو است که تو فعلا مثلا در این حالت قرار داری یا این حالت خیلی سخت است. یعنی معلوم نیست تو چند دستی همراه خودت و کارت چی است، چی کار میکنی دقیقا. میرم پاکنم. این منطقی است که تو داخل از این هستی، مشکلات زندگی است، معامله زدن است، به نتیجه ماندن است. یعنی روز به روز سخت‌تر شده میره سرت، از هر طرف هر چیز پیدا شده میره که اعصابت میخوره. ولی تو مطمئن باش که در این حالتی که تو هستی، این حالت یک روز بالاخره برکت به یک سمت داره. اگر پایین سقوط کردی هر کسی که خواهد شدی او تو را میگیره. یعنی هر چیزی که شدی همون چیز خواهی شد، هر چیزی که قرار است شوی خواهی شد، نترس. و اگر بالا هم سود کردی خود نوش جانت. ولی مسئله اینجاست که اگر شما همین مسیر به درستی کندل ببینید، یعنی بک‌گراند خیلی مهم است. وقتی میگم کار بکنید سر خودتان، شما میفهمید که در کانال نزولیش اینجا حرکت صعودی داریم، احتمال وقوع بالا رفتن ما از اینجا زیاد است. بحث دومیش است که ما ببینیم مثلث چی است. آیا مثلث ما صعودی است یا نزولی است؟ اگر صعودی است دلیلش چیست؟ اگر نزولی است دلیلش چیست؟ اگر نزولی است یعنی که ما باید درست کار نمیکنم، استراتژی برام کار نمیکنه، ضرر میکنم، باید بری دلیلش پیدا بکنی. اگر صعودی است نقطه قوت نوشته بکن، برای یک تعداد دیگه به اشتراک بگذار، خیرش هم میبینیم. و بعد از او چی است؟ بعد از اوی است که شما واقع بینانه باشه که وقتی صعودی است چی است، وقتی نزولی است چی است. یعنی وقتی که من صعود کردم تعداد برخوردهای ما چقدر بود، وقتی من نزول کردم تعداد برخوردهای ما چقدر بود. یعنی اگر شما بسیار عاده از نیدیهای پرایس اکشن ببینیم، ما اینجا یک برخورد داریم، اینجا دیگه برخورد داریم، اینجا دیگه برخورد داریم، اینجا دیگه برخورد داریم. اینی برخوردهای ما چی است؟ مثلا ما 4 دانه برخورد داریم در این منطقه. یعنی چی داریم؟ اصل زندگی رو براتون تشریح میکنم. یعنی برخورد ما چیست؟ یعنی ما 4 دانه برخورد به سقف داریم. یعنی فشار ما به خاطر بالا رفتن زیاد شده. دلیلش چی است؟ هر 4 دلیل زحمت است. یا هم نتیجهش از بک تست میآید، یا هم نتیجهش از بک تست میآید، یا هم نتیجهش از بک تست. چرا که تو بک تست حالت داری. وقتی بک تست این حالت داری دیگه چیزی برای تو نمیمونه، تو میفهمی که چی است. در یک احتمال وقوع قرار است بیا اینجا استاپ بزنه، در یک احتمال وقوع هم قرار است اینجا بس سود بتبرد. یعنی اگر شما تلاش بکنی که برخورد به سقف از این کانال در طول زندگی چی، نه تنها در ترید، در هر چیز برخورد به تلاش داشته باشی، نه چت جی پی تی از پیشتان بانه، نه
استراتژی از پیشتان بانه، نه سبکا از پیشتان بانه. یعنی اگه پیگیر کامل ازی باشید شما میفهمید که من در یک حالت فشرده سازی هستم و قرار است که حالت برگ شوه به یک سمت. ما وقتی اولین دفعه این حالت در خود تجربه کردم عملا کار کرد. در ظرف 10 روزی بسیار به شدت سر ما کار کرد و نتیجهش فوق العاده بود. چون من فهمیدم چی به چی است، کی به کی است و یک چیزی است که همه کی میفهمه. این حالت کثیفترین حالت بازار شما پوزیشن داره و میگیره. مثلا میفهمیم بک تو برکیفین از اردار ما میمانم دوباره اینجا، دوباره اردار میمانم و تمام. امیدوار است که وقتتون زیاد نگرفته باشه دیگه. خسته نباشید. انشالله که ویدیو رو ببینید. ویدیو رو در کانال تلگرام میندازم و ببینید، لذت ببرید. شاید در یوتیوب هم اپلود شه ویدیو. با سلامت باشید، زنده باشید. بسیار زیاد تشکر و سپاس از دیدن ویدیوی شما. ما هم خرسند هستیم، لذت میبریم که با شما کار میکنیم، با شما یک جای هستیم دیگه. چیزی بر گفتن نمیمونه و وقتتون خوش. خدا نگهدار. امید که مطالب و خوبی و خوشی گرفته باشید.